باش همین من رفتم مصرف کردم نظامنامه هست ضرورت دونم همین که من همه کار شده جنازه هم شده گذاشتم من ساعت 11 فهمیدم من میگه هر جا به محله به محله من یک چیز میگم اینم چه شاگرداشم این مردم یا امر بردن میلیون بیدی من یکم چیزی میگم من مردمی و من که گفتم کنم اگر باشد یکم پرابلم نیست اینو بر وقت میکردم باشه شوگر بگیر شوگر یک بیتم کوچه سکوت بگیره بعد سه روز میمونه میشه تش تا برو یا قسم بره لیکن موارد که تاریخ شاید های وصیت کرد درخشان چی خود بله یک چیز موقع هم فیلم قیامت دارد برادر اومای با فرق ندارد شوی سفری که کتاب رادیو زنده ها را هم را عمری باقی کرد و همه سلامتش که یک اتفاق باشه الله جای جنت باشه لیکن از اون چیزی که بود نیست شدگی تو دوره پختن بسته هسته آزی باید چند نفر خفاب ایستاده پس موقع میگیم کسال موقع بغیر دیگر مایرام سوی این نشده نه لیکن تو رئیس می‌خوادگی اینجا یکم پرابلم نیست رئیس شاه همه اون چیزی که از نظامنامه داره یکم پرابلم نیست درسته این تکنیکی کار بود 11 گفتم من رفتم وصلت کردیم پرابلم نیستم و اون بره سر کردیم هست که اون پرابلم نیست تیار هست این حرمت احترام این یک حد داره من خواستم که میگم کی میرم من بعضا میگم میرم Tamam gel tamam. Babacığım. hayır değil vazife mala Ama força şurası adamın força. Koyunta şurası. ملایم بیستم Diyor. برادران عزیز یاد اون بیستم ماله اون ماشاءالله یا دقیقه Ay kafa buzarı, tam kafa dören. Ay kafa buzarı.
بیا مخرج‌تر یکی از خدمتان، یکی از شخصیت‌های برجام من با کمال احترام سخن را به هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان، یکی از پیروان، یکی از همکاران، همسبقان، همیراخان استاد عزیز ما و استاد عبیدالله مصرف کردم. مرحبا. سخن خیرباد. دوستان عزیز، برادران، فرهنگ تاجیک، صنعت تاجیک، خاصه صنعت تئاتر، سینما، رادیو و تلویزیون تاجیک یک هنرمند بسیار بزرگ، هنرمند فدایی صحنه، هنرمند سرسپرده راه هنر خاصه تئاتر، هنرمندی که همچون استاد یک سلسله شاگردان تربیت کردند. هنرپیشه خلقی تاجیکستان شیرعلی ابوالفیض امروز ما را ترک می‌کند. بسیار دشوار است سخن گفتن. باور کنید به نزدیکی ما یک نمایش روی صحنه می آوردیم همراه دولت عبیدالله و برادر عزیز شیرعلی خواهش کردیم که با ما همکاری کنند. یک از بجام پذیرفتند و حتی در لحظه هایی که آمدنشان تماما شرط نبود، بند نبودند همون روزها، هر روز از صبح می آمدند همراه ما می نشستند، کار میکردیم، خواه بند بودن خواه نه، اما در جریان همین نمایش آنقدر وارد شده بودن، آنقدر خودشان نثار کردن که تصویر کردن دشوار است. اینا با گفتن بسیار دشوار است. همین گونه یک عمر همین هنرمند بودن، در همه نقشهایی که داشتند همین گونه هنرمند بودن. شیرعلی ابوالفیض برادر ما گذشته از این با دانش بسیار عمیق، با مهر بی‌پایان خود نسبت به هنر در تئاتر ما و نه تنها در تئاتر ما، بیرون از تئاتر ما در دیگر تئاترها هم نمونه بودند، واقعا نمونه عبرت بودند. شیرعلی ابوالفیض از خود بسیار نشانه های باقی گذاشتند، هم در نمایش های تئاتر و هم در کینوی تاجیک که اینها جاویدانند و از خاطر اونهایی که همراهش کار کردند پهلو با پهلو نشست‌های بسیار صمیمی دوستانه داشتند، هرگز فراموش نخواهند شد. اما توسط ثبت‌هایی که نوارهایی که در کینوی تاجیک، در تلویزیون تاجیک از خود باقی گذاشتند جاویدانی اند، هرگز از خاطر مردم تاجیک فراموش نخواهند شد. من فکر میکنم که بعد 10 ساله ها هم نسل‌های آینده هم هنری برادر ما شیرعلی ابوالفیض را دیده افتخار میکنند که همین گونه یک هنرمند بسیار غیر عادی صاحب استعداد داشته ایم، چون که هر یک نقش آفریده برادر ما بسیار با مهنت ها، با مشقت های زیاد ایجادی روی صحنه آمدن.
دیگر وقتی شما را نمیخواهم زیاد گرفتن اونقدر زیاد گفتن ممکن درباره برادر ما. من قبل از اون که امروز ما را تبریک میگویم یک کمی پیشتر هنرمندان تئاتر خودی که تئاتر شیرعلی عبدالقیصر جشن 70 سالگی او را جشن گرفتیم و آنقدر جشن صمیمی، جشن بسیار پرشکوه و زیبا و چکلی که در حیات همیشه بودند همینطور خاکسارانه شیرعلی عبدالقیصر تبریکات هم دوستان، همکاران، شاگردانشان را همین گونه پذیرفتند در روز جشنشان. و من برای شیرعلی عبدالقیصر یک شعر نوشتم بخشیده به 700 سالگیش و اون در روزنامه ادبیات و صنعت چاپ شد. من متاسف حاضر خاطرم بسیار پریشان شد از اون که برادر من از دنیا گذشت. اینقدر در یاد آمد که زاده بدخشانی لعل کوه روشانی گنج تاجیکستانی شعر صحنه تاجیک. الوداع برادری عزیز، الوداع، الوداع، الوداع. برادری به جان و دل برابرم، هم سالم، هم سن سالم، هم فکرم، هم عقیده‌ام، هم مانندم. دوگانیک بودیم ما در همه جا. مرا میگفتن که تو عبدالقیصفی، من میگفتم ها، ارتیسی میگفتم ها. در همه جا در روز 70 سالگیش برادرم گذشت آمده نتونستم، لیکن در روز چخلف با هم خیلی شتگی بودیم، هم فکر و هم عقیده بودم. گرچنده که از یک پدر و مادرم نباشم، همیشه ما باید در فکر یکدیگر بودیم، همیشه در ذکر یکدیگر بودیم، همیشه مهر و محبتی که انسان به انسان دارد. من میگم که این خیلی آدمی که اخلاصمندانه، صمیمانه انسان را دوست دارد کمی کم در دنیا هست. من ندیدم که به این قدر صمیمی آدم به این درجه هم در صحنه، هم در حیات، هم در حیات شخصی، هم به همسایه ها من که اول هم برپرسن این قدر صمیمی به این قدر دلسوزی. البته دلی آدم آب می شود، البته دلی آدم این قدر رنجور می شود. روح و اوراح شاد باش شیرعلی جان. من فیضعلی ناممونم، هر دومونم از یک مادر تبارشدگی دوگانیک بریم. من تا روز قیامت فراموش نمیکنم، دوستت میدارم. خدایی که من میشتم که در بری تو منم یه خیلی بردن همه در هر دومان تا قلمه مونده. دوستان عزیز، اینجا معاون اولی وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان آبی جان نظر اشتراک دارند. حکومت تاجیکستان و قرار آمدن که استاد شیرعلی عبدالقیصر را در قبرستان لچاب جای کنند، چون که هر یک هنرمند ارزشمند، هنرمند صاحب عنوان، هنرمند بزرگ در اونجا به خاک سپرده می شود. اما موافق وصیت خود مرحوم و موافق همون خواهش و درخواست خویش و اقربا امروز به قرار آمدیم که شیرعلی جان را به روشان به زادگاهش گسیل کنیم. بار دیگر آخرتت آباد باشد برادری عزیز. الوداع. رحمت آمین. از نام همین خانواد، از نام خلق بدخشان، از نام تمام همون ششتگاه که اینجا ایستادگی منتداری بر شما اظهار میکنیم که شما اینقدر او را قدردانی کردید. رحمت هم به شما. خداوند فیض و برکت بر مال، بر جان فرزندانتان نصیب روزی گرداند. خداوند جای این در جنت گذارد. خداوند دعا کنیم که ما هم مثل همین برادر صاحب کفن شویم، صاحب آبرو شویم. این صدقه را قرصک کدی گسیل میکنند اگر شما راضی باشید.
Amit şoför akıstı moşine sokretar mı? Ondan mı? Ya bak bu sinema ikna. Peki İspanya. Oldu ama atgal saldattı. Gaz bir çift doku. هم بنا بروه بسوه Moşi paşa paşa var. Yok.